به نام خدا و با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین سلامتی و تندرستی برای شما هواداران خونگرم داماش. بنده داریوش نصیری متولد تهران، حدود 5 سالی است که ساکن شهر زیبای رشتم و حدوداً 16-17 ساله که در حوزه‌های رسانه و اقتصادی فعالیت دارم. نحوه ورودم به فوتبال و مقوله تیمداری به پیشنهاد دوستان، هوادار و جمعی از پیشکسوتان خوشنام تیم داماش بود. در حالی که این هنجار اجتماعی در ورطه انحلال و فراموشی قرار داشت، پیشنهاد این عزیزان انگیزه در من ایجاد کرد تا بتونم در جهت احیای تیم بزرگ و مردمی داماش قدمی بردارم. خدمت مردم عزیز استان گیلان و هواداران خونگرم داماش باید عرض کنم که مشی مدیریت و شخصیتی بنده به دور از هیاهو و اقدامات پاپولیستیه و چندانم تمایلی ندارم برای سرتیتر اخبار شدن. اولویت اصلیم برای تیمداری اینه که بتونیم در کنار یکدیگر و حمایت شما عزیزان باشگاه معزز داماش رو در سالهای آتی به یک درآمد پایدار و بدون وابستگی برسونیم. در پایان امیدوارم شرایط به نحوی مهیا بشه که در آینده نه چندان دور جشن حضور خانواده بزرگ داماش رو در بالاترین سطوح فوتبال ایران نظاره‌گر باشیم. آتشی باشیم برای ققنوس روحمان، این خاکستر را ققنوس دیگری در راه است. سلامت و پایدار باشید.